سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. سلام دوستان، قبل از خوش اومدین. حتما این ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن، زنگوله نوتیفیکیشن هم بذار رو حال تا هر موقع من ویدیو بذارم آپارتایتون بهتون خبر. توی روبیکان ما رو دنبال کنین، همچنین تلگرام چنلمون زیر میاد. ایتا رو حذف کردیم فکر کنین. اینستاگرام، یوتیوب ما رو دنبال کنین. هر چه زودتر به 1000 تایی برسیم کلی سورپرایز خفن واسهتون داریم. این داستان ترسناک واقعی که مثل همین داستان طولانی ترین اتاق فرار ترسناک هم ساخته شده، از زبون کسی نقل شده که توی کاشان زندگی میکرده و آخر هفته ها میرفته حموم عمومی و چون برنامه اکثر مردم برای آخر همین هفته بوده، حموم خیلی شلوغ میشده و این آقا سعی میکرده تنها و خیلی زودتر از بقیه بره حموم و برگرده تا شلوغ نشده. بقیه ماجرا از زمان خودش نقل میکنه. اون روز هم مثل بقیه روزا انقدر زود رفته بودم حموم که دلاج حموم هنوز خواب و کل چراغای حموم خاموش شده بود. من تذکر داده که اومدی رو بیدار نکن. من خیلی آروم دنبال کار خودم و این سری دیدم که آقای تو حموم داره خودش رو میشوره و منم که تا حالا کسی جز خودم تو این ساعت ندیده بودم سلام کردم بهش شروع کردیم به صحبت و ازش خواستم تا پشتم رو کیسه بکشه، ولی چون قدش کوتاه بود باید روی جایی می نشستم که دستش برسه. ریشای تقریبا بلندی هم داشت. نشستم روی نیمکتی که توی حموم بود و اونم شروع کرد کیسه کشیدن و حرف زدن. خیلی گرم صحبت بودیم که سرمو یه لحظه بچه ها تبلیغا یه لحظه عذرخواهی میکنم. بزن پیمان کردن همه دیگه. سرمو خم کردم تا پشتمو راحت تر کیسه بکشه، ولی یه دفعه یه چیزی دیدم که همه ازش حرف میزدم و به چشم ندیده بودم. اون آدم به جای پا سم داشت. عرق سردی روی بدنم بود و بدنم میلرزید. بهم گفت چرا میلرزی؟ خب عرق میلرزی که منم بهش گفتم خیلی سرده. انگار نه انگار که فهمیده بودم اون همه مدت داشتم صحبت میکردم و چرا اولش به پاهاش دقت نکرده بودم. بدون اینکه نشون بدم ترسیدم. آب گرفتم به خودم و ازش خداحافظی کردم و از حموم رفتم بیرون. مثل همیشه پول رو گذاشتم میز حمومی و اومدم بیرون. با کسایی که بهشون اعتماد داشتم صحبت کردم و همشون گفتن درسته تو دیدیش و زیاد خودتو نگران نکن. اما از اون به بعد دیگه اون مرد رو ندیدم. به مرد حمومی هم گفتم که او گفت اصلا به همچین آدمی رو ندیده. الان که به سن 80 سالگی رسیدم خودم میگم چقدر دل و جرأت داشتم که باز بعد از اون جریان تنها میرفتم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. خداحافظ. نفهمیدم زندگی رو خوبیاش مال بهترونه حتما. عجیب غریبی تو هم بگو بهم چته، بگو منم بفهمم. من که گذاشته بودمت درست یه جای خوب قلبم. من که با این که عوضی شدی هنوز دلم برات یه ذره است. نفهمیدم کجای کارم
نفهمیدم چی بوده نقشم، همونی شد که نمی کردم من فکرشم 1%. میدونی تو بودی چشم و دست و بالم، الان که کورم و یه دستم. چی شد که باید در فکر این که تو الان کجاییم بترسم. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. من نمیخوام اینجوری بمونم، کاش میشد که توی قلبم قبر تو میکندم. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. من نمیخوام اینجوری بمونم، کاش میشد که توی قلبم قبر تو میکندم. هنوزم مثل قدیم سگ چشات پاچه میگیره، معتاد عطر لعنتیتم گردنت کاسب و دیلر. لبا تیر خلاصه برام، شقیقم عاشق اینه. کی میتونه مثل من از همه چیت واژه بچینه؟ هر موقع عصبی میشدم میدادنم خنده هات نجات، شعر میساختم رو نوتا از زخمات و نگات. چی شد یهو افتادی از پرتگاه چشام، گفتم نباشی میاد یه بدکاره به جات. ما که نفهمیدیم تهش دل به کی میسپریم، گذشتیم ازت این روزا میگذره و نیستوری. از حال میرم هر شب بعد پک 20می، تو چی؟ میذاری تو ماشین کی استوری؟ دنبال چی بودی؟ میکردی مدام کنکاش، تش چی شدی؟ اونی که زد زیر قلاش حرفاش. من میپرستیدمت انگار خدام فرق داشت، روت بلند شد دستم کوتاه شد موهات فرداش. رسمشه خوبی یا فراموش میشن بعدی یا بلدن، هر کی ربطی بهت داشت و ترسوندم و خودم روندم. گنگم تو خاطراتمون موندم، با این که مردی برام، با این که فاتحتو خوندم. تو گوشم میپیچه هنوز صدات بحثات، دیگه رفتم دیگه پاک شده گوشی مکسات. انگار قسمت نبود اسمت کنار اسمم بیاد، خوش اومدی خوش گذشت ما که رفتیم عزت زیاد. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. من نمیخوام اینجوری بمونم، کاش میشد که توی قلبم قبر تو میکندم. من هنوزم سر تو بی جنبم، مثل تو نیستم رو برد تو میبندم. من نمیخوام اینجوری بمونم، کاش میشد که توی قلبم قبر تو میکندم.